بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرته. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صالح والبتر الموتون. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله يا بعضی از آدم ها خدا را باور دارند. خدا را باور دارند فقط خالق می‌دانند خدا را، که انسان فقط خدا خالق است و ربوبیت خدا و سرپرستی خدا و ولی بودن خدا کار ندارد. میگویند خدا خالق است، زمین و آسمان را خلق کرده است، اما بنده آزاد است. نسبت به کارهای دیگر میتواند خود بندگان تصمیم بگیرد. خیلی از انسان ها هست ما هم دور و بر خود میبینیم خدا را قبول دارند، خدا را باور دارند، اما فقط به عنوان خالق، یعنی که خدا دنیا را و هستی را و ما را خلق کرده، ازش تشکر میکنیم، ازش ممنونیم، ولی دیگر در زندگی ما دخالت نداشته باشد، در امور دنیایی ما دخالت نداشته باشد. اینها کسانی هستند که خالق را باور دارند و رب را باور، پروردگار را باور ندارند. میگویند خودمان بدن هستیم و چی کار کنیم و کار خودمان رو پیش میبریم.
خودمون زندگی خودمون به مدیریت بکنیم. احتیاج به دستور و امر و فرمول و اینجور چیزهای دیگر نداره. خدا را به عنوان یک رب و سرپرست و تربیت کننده، خدایی را که دستور بدهد امر کند قبول ندارد. مثل شیطان، نمونه بسیار بارز این شیطان است. شیطان خدا را قبول داشت، خدا را عبادت میکرد و خدا سجده میکرد. یا حسین دل من شکسته